صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. پروردگارا، تو را به خاطر خداییت پرستش نموده و با تمام وجود و هستی و جان خود تو را عبادت و ستایش می‌کنیم، زیرا تنها تو خدایی و جز تو هیچ کس شایسته پرستش نیست. ای خداوند مهربان و ای خدای محبت، تو را شکر می‌کنیم که به ما زندگی و معرفت بخشیدی، به ما حکمت و حیات عطا کردی. تمنا این که بگذار آنچه را که تو به ما عطا کردی برای مقاصد آسمانیت به کار ببریم، برای خدمت به بندگانت و برای رضایت خاطر تو، زیرا می‌دانیم که عبادت واقعی و پرستش حقیقی نه در نماز و زیارت است و نه در گفتار و نه در مذهب، بلکه در عمل. ای خدای محبت که ما را دوست می‌داری، تو را شکر می‌کنیم که این فرصت را به ما بخشیدی تا درباره کلام تو به تفکر و تعمق بپردازیم. بارالله، ما تشنگان طالب تو هستیم. ما حق جویانی هستیم که می‌خواهیم تو را بشناسیم و می‌خواهیم تسلیم تو بشویم. پس استدعا می‌کنیم که به ما توانایی و حکمت عنایت فرما. به ما بصیرت و بینش روحانی بده. تعصب را از ما دور کن تا در مورد حقیقت تحقیق کنیم. خداوندا، ما را یاری بده تا اکنون که توجه خود را به زندگی و تعلیمات منجی خود عیسی مسیح مبذول می‌داریم، بتوانیم از کلامت درس‌های حقیقت را بیاموزیم. این دعا را به نام آن کس که زنده است و در حضور توست، یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. حقجویان عزیز و ایمانداران حقیقت، صلح و آرامش یزدانی بر شما باد. امیدوارم که در این لحظه وجود خود را تسلیم خدا کرده و حواس خود را متمرکز به کلام مقدسش بنمایید تا در درون خود ندای راستی را شنیده و از آن پیروی کنید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا، یعنی مطالعه زندگی و تعلیمات منجی و نجات دهنده بشریت، توجه خود را به فصل 7 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا جلب نموده و با کمک و هدایت روح خدا آیات را می‌خوانیم و در مورد آن به تفکر و تعمق می‌پردازیم. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 7 انجیل به قلم حضرت لوقا بگشایید تا آیات را با هم دیگر بخوانیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که قرائت کننده کلام خدا برای شما عزیزان باشم.
قبل از قرائت آیات میخوام از همه شما یاران با وفایی که لطف میکنید و برامون نامه مینویسید تقاضا کنم که اگر ممکن باشه حتما آدرس خودتون رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه بنویسید، زیرا این کمک بزرگی است در جواب دادن به نامه ها. برای ما که دوستان عزیز نامه مینویسید بایستی بگم که نامه هاتون بسیار عزیز و گرامی می باشن و مطمئن باشید که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی نیز می دهیم. قبلا از محبت و توجه شما صمیمانه سپاسگزاری می کنم. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. در فصل 7 از انجیل مقدس لوقا با 4 موضوع و تعلیم و معجزه عیسی مسیح روبرو می شویم که عبارتند از اول شفای غلام یوزباشی توسط عیسی مسیح، دوم زنده کردن پسر یک بیوه زن از مردگان، سوم سؤال یحیای نبی از عیسی مسیح و جواب مسیح و شهادت مسیح درباره یحیای پیامبر و سرانجام چهارم تدفین شدن مسیح در خانه شمعون فریسی می باشد. حالا توجه خود را ابتدا به موضوع اول یعنی شفای غلام یوزباشی توسط عیسی مسیح معطوف می کنم. این معجزه در 10 آیه اول بیان شده است. معجزه‌ای که راه شفا یافتن را از جانب خدا به من و شما تعلیم می‌دهد و بدون شک دوستان عزیز اگر به این آیات توجه کنیم و مطیع آن باشیم و آن طریقی را که در اینجا مسیح بر ما آشکار می‌کند بپیماییم، امروز نیز من و شما می‌توانیم از خداوند شفای خود را دریافت کنیم. حالا ابتدا آیات را خدمتتون قرائت می‌کنم. می‌فرماید و چون عیسی مسیح همه سخنان خود را به سمع خلق به اتمام رسانید، وارد کفرناهم شد و یوزباشی را غلامی که عزیز او بود مریض و مشرف بر موت بود. چون خبر عیسی را شنید، مشایخ یهود را نزد وی فرستاده از او خواهش کرد که آمده غلام او را شفا بخشد. ایشان یعنی مشایخ یهود نزد عیسی آمده به الحال نزد او التماس کرده گفتند مستحق است که این احسان را برایش به جا آورید، زیرا قوم ما را دوست می دارد و خود او برای ما کنیسه را ساخت. پس عیسی با ایشان روانه شد و چون نزدیک به خانه رسید، یوزباشی چند نفر از دوستان خود را نزد او فرستاده بدو گفت خداوندا زحمت مکش، زیرا لایق آن نیستم که زیر سقف من درآیی و از این سبب خود را لایق آن ندانستم که نزد تو آیم، بلکه سخنی بگو تا بنده من صحیح شود، زیرا که من نیز شخصی هستم زیر حکم و لشکریان زیادی زیر دست خود دارم. چون به یکی گویم برو می رود و به دیگری بیا می آید و به غلام خود این را بکن می کند. چون عیسی این را شنید تعجب نموده، به سوی آن جماعتی که از عقب او می آمدن روی گردانیده گفت به شما می گویم چنین ایمانی را در اسرائیل هم نیافتم. پس فرستادگان به خانه برگشته آن غلام بیمار را صحیح یافتند. در این آیات سخن از معجزه‌ای میکنه که بر اثر ایمان عملی میگردد و همونطوری که عرض کردم بدون شک دوستان عزیز هیچ شکی اگر نداشته باشیم من و شما هم اگر صاحب چنین ایمانی باشیم، اگر این چنین ایمانی در خود داشته باشیم، امروز نیز می توانیم نتیجه آن یعنی شفا را نصیب خود سازیم. جریان از این قرار بود که وقتی عیسی تعلیمات طلایی را که در دامنه کوهی در برابر انبوه بسیاری از مردم به اتمام میرساند، به شهر کفرناهم وارد میشه، شهری که مرکز خدمات او محسوب میشد و شهری به اصطلاح پایتخت آن ایالت جلیل بود. این شهر در دامنه کوهی بنا شده بود و مردم زیادی نیز در آن زندگی میکردند. وقتی که داره وارد شهر میشه با تقاضایی از طرف فرستادگان یوزباشی روبرو میشود. یوزباشی عنوان فرماندهی در ارتش روم محسوب میشد و به احتمال زیاد جزو افسرانی بود که تحت فرماندهی هریدیوس بود، به اصطلاح مثل سرهنگ خودمون. مطابق تاریخ هر یوزباشی 100 سرباز را زیر فرمان خودش داشت.
او یهودی نبود ولی غلامان بسیاری داشت و همونطور که می‌دانید در یهودیت ممنوع بود که غلام و برده داشته باشیم. در زمان عیسی مسیح رومیان عده بیشماری از مردم را در بندگی خود داشتند و آنها را نه مثل انسان بلکه مثل بهایم خرید و فروش می‌کردند. بعضی از این غلامان که در جنگ‌ها اسیر می‌شدند دارای تعلیم و سواد و تربیت و تمدن بودند، صاحب مقام بودند و چه بسا از اشراف کشور مغلوب بودند. غالباً نسبت به غلامان خیلی ظلم و ستم می‌شد. ولی از این آیات متوجه می‌شویم که این افسر رومی که صاحب منصب هم بود، مقام داشت، مردی بود بسیار شریف که حتی غلامان خود را محترم داشت و دوست می‌داشت و از افسردگی و ناخوشی آنها اندوهناک بود. در آیه 3 می‌بینیم که مشایخ یهودی که بزرگان شهر کفرنائوم محسوب می‌شدند، آنها نزد عیسی مسیح می‌آیند تا از مسیح تقاضای کمک برای او که یهودی نبود بکنند. از این آیات چنین برمیاد که این افسر رومی از وجود یک قدرت مافوق انسانی در عیسی مسیح واقف بود. می‌دانست که عیسی مسیح قدرت مافوق بشری داره. می‌دانست، متوجه شده بود که مسیح صاحب شخصیتی بالاتر از هر مقام دیگر، حتی امپراتوری روم بود و برای همین بود که خود را برای رفتن به نزد عیسی مسیح نالایق دانست و از محترمین شهر برای وساطت به نزد عیسی مسیح کمک می‌طلبد. کلمه نجات که در آیه 3 آمده است مقصود مرضی است که حیات نوکر را تهدید می‌کرد یا مرضی که منجر به مرگ می‌شد و حالا می‌خواست که او را شفا بدهد. رؤسای یهودی نزد عیسی مسیح میان. جالب اینجاست که یهودیان که در آن زمان یگانه قوم خداپرست بودند، گمان می‌بردند، فکر می‌کردند که اشخاص غیر یهودی شایسته رحم و مهربانی نیستند و چه بسا تصور می‌کردند که شاید عیسی حاضر به شفای اون نباشد. مخصوصاً به رومی‌ها، چرا؟ چون کشورشون رو اشغال کرده بودند. ولی آنها هنوز پی نبرده بودند که پیام خدا، دعوت خدا و محبت عیسی مسیح نسبت به عموم، یعنی یهودی و غیر یهودی، به یک نوع است و یا محبت خدا شامل همه انسان هاست و در محبت خدا ملیت و نژاد حتی مذهب هم اثر نداره. عیسی به یک قسم بر همه مینگریست. آنها به نزد مسیح میان و میگن که ای عیسی مسیح، این شخص رومی مستحق لطف تو می باشه. در آیه 5 میگن که ای مسیح، او امت ما را محبت میکنه. خیلی ها بودن که از یهودیان نفرت داشتن. همچین افرادی بودن که از بت پرستی دست کشیده مجذوب وحدانیت دین یهود شده بودن و اگرچه تمام اصول و قوانین شریعت موسی را قبول نداشتند، باز به کنیسه رفته حتی در عبادت با یهودیان متفق می شدن و تعالیم اخلاقی تورات و انبیا را نیز اطاعت می کردن. در اینجا حدس زده می شود که این افسر رومی جزو این نوع افراد بوده است. متی حواری در این مورد می گوید که یوزباشی یا افسر رومی سرانجام خودش به نزد عیسی رفت و نحوه صحبت دوستان او با عیسی مسیح را میشه طوری تعبیر کرد که او نیز به همراه دوستاش رفته و ممکن است که بالاخره خودش به نزد عیسی آمده باشد و میگوید که خداوندا. کلمه خداوند در یونانی به معنی آقا می باشه و در اینجا معنیش اینه که مسیح بسیار بالاتر از هر آقا و استادی می باشد. اون مرد ایمان بزرگی به عیسی مسیح و قدرت او داشت. مقصود از این که میگوید من لیاقت این را ندارم که زیر سقف من آیی، این است که او مسیح را انقدر بزرگ میدانست که خانه‌اش را لایق قدوم عیسی نمیدانست. در ضمن باید بگویم که یهودیان ملل غیر یهودی را نجس می‌دانستند و به خانه‌شون نمی‌رفتند. در آیه 7 باز اشاره به بزرگی ایمان این افسر رومی شده. او میگوید که فقط ای مسیح سخنی بگو، ای عیسی سخنی بگو و این غلام من شفا پیدا خواهد کرد. افسر رومی به خوبی معنی قدرت را می‌دانست. او سرهنگ مافوق خود را اطاعت می‌کرد و سربازان هم به نوبه خود از او پیروی می‌کردند، اطاعت می‌کردند.
به عقیده او که از ایمانش ناشی شده است، عیسی مسیح نیز بر امراض فرمان روایی میکرد، بر امراض قدرت داشت و اگر عیسی به آنها امر میکرد این امراض از جسم خارج شوند و این کار میشد. یعنی این افسر میدانست که عیسی صاحب قدرت بر امراض بوده است. حالا وقتی که عیسی مسیح ایمان یک شخص غیر یهودی یا کسی که هنوز خدا یکتا را نمیشناخت و ادعا نمیکرد که خدا پرسته، وقتی ایمان این شخص را میبینه، وقتی فروتنی این افسر را میبینه و نیت پاک او را متوجه میشود، ببینید 3 اصل مهمه. اول فروتنیشو، دوم ایمانشو و سوم نیت پاک او را میبینه. کلام خدا میگوید که عیسی متعجب شد. تعجب عیسی فقط در 2 مورد در اناجیل ذکر شده است. اول در این آیه که وی از ایمان این شخص غیر یهودی تعجب میکنه و دوم در انجیل مرقس آمده است که او از بی ایمانی مردم یهود، مخصوصا بی ایمانی مردم شهر خودش یعنی ناصره که خود را خدا پرست میدانستند متعجب میشه. دوستان، در اسرائیل عیسی منتظر بود و یا انتظار داشت که ایمان را در میان قوم خدا بیابد، زیرا به مدت 2000 سال تمام آنها یگانه قوم خاص خدا محسوب میشوند که انبیا پی در پی آنان را به ایمان داشتن به عیسی مسیح و منتظر بودن به معاشیت توصیه و تشویق می‌نمودند. ولی حتی چنین ایمانی نیز مسیح در میان یهودیان نیافت. مسیح کسی را ندید که ایمانی به اندازه این یوزباشی داشته باشه و برای عیسی مسیح هیچ چیزی از این شادی آفرین‌تر نبود که ایمان خالص را در قلب و وجود مردم ملاحظه کند. معمولاً معجزات شفایی عیسی مسیح در موقعی که شخص مریض ایمان خود را اظهار می داشت صادر می گردید. غالباً ایمان اشخاص عیسی مسیح را وادر به شفا دادن آنها می کرد. ولی در این مورد ایمان دوست شخص یعنی این افسر رومی شفا و نجات دوست او را همراه دارد. و دوستان عزیز، این واقعه یک نکته را برای ما آشکار و مسلم می سازد که ممکن است گاهی شخصی که دارای ایمان کامل باشد با تقاضا و تمنا عامل شفا و یا نجات دوست بی ایمان خودش بشه. بنابراین خوب است که ما نیز برای خودمون و برای دیگران با ایمان به حضور عیسی مسیح زنده که قدرت شفا و نجات را در اختیار دارد رفته و نجات و شفای جان منسوبان و دوستان و قوم خیش را که هنوز فیض و رحمت خدا را نصیب خود نکردند و هنوز معجزه خدا در زندگیشون به وقوع نپیوسته است طلب کنیم. زیرا دوستان عزیز، فراموش نکنید که امروز نیز عیسی مسیح همان است که 2000 سال پیش بود. امروز او زنده است و در حضور خداست و خود او فرمود که برای ما شفاعت می کند و دعای ما را می شنود و حاضر است و می خواهد که ما را یاری بده و شفای کامل ببخشه. خود عیسی مسیح فرمود که بطلبید تا بیابید، درخواست کنید، تمنا کنید، بخواهید که به شما داده خواهد شد. پس ای عزیزان، اگر مریض هستید، اگر نیازمند شفایید و یا اگر عزیزی دارید که افسرده است، روحاً و جسماً مریضه، نیازمند شفاست، می توانید همین امروز و در همین لحظه با ایمان از عیسی مسیح زنده، از طبیب طبیبان، از مظهر خدا بخواهید، تمنا کنید، تقاضا کنید که به شما رحم کند و شفا عنایت فرماید. تنها یک شرط دارد و آن ایمان است. ایمان و تسلیم شدن به او. هرگز در ایمان خود شک را ندهید. اگر شک کنید بدانید که جواب دعا را نخواهید یافت، زیرا شک عامل بی ایمانی است. شک از شیطانه. شما ایمان داشته باشید، ایمان کامل، و خود را تسلیم او کنید. همانطور که وقتی جسماً مریض هستید پیش دکتر میرید و خودتون رو تسلیم به او میکنید و هرچی دکتر بگه انجام میدهید، هر قرصی بهتون داد همون رو میخورید بدون سوال، به همان نحو نیز دوستان عزیز بلکه بیشتر بیایید به عیسی مسیح اعتماد کنید، تسلیم او شوید تا شفا یابید و مطمئن باشید که او دعای شما را میشنود. او که در حضور خداست، او که زنده است، دروغ نمیگوید.
و این خیلی مهمه. چرا؟ چون هستن خیلیا که ادعا میکنن اما قدرت ندارن. ادعا میکنن که میتونن کاری برامون انجام بدن، شفا بدن، ولی خودشون مردن، نمیتونن کاری بکنن. شاید بگویید که ای بابا، مرض ما، درد ما انقدر بزرگه که هیچ کس نمیتواند ما را یاری بده. شاید شما روحاً یا جسماً به خط آخر زندگی رسید و خود را در قهقرای ظلمت و ناامیدی میبینید. شاید خود را اسیر مواد مخدر و کارهای بد میبینید. دوست عزیز، برای شما نیز امید هست، برای شما نیز نور حیات است. مسیح زنده میخواهد و میتواند شما را نیز امروز شفا بدهد. هر دردی که داشته باشید مسیح میتواند شفا بدهد. البته اگر شما بخواهید، اگر ایمان بیاورید. اگر به قدرت او شک دارید، آیا این واقعا خودتون نمیدونید که عامل شکست ایمانتون خواهد شد؟ مسیح گفت به من ایمان داشته باشید و معجزه را خواهید دید. ای عزیزان، اگر به قدرت مسیح شک دارید، به این معجزه بعدی توجه فرمایید که به من و شما ثابت می کند که هیچ کس، هیچ بشر دیگر، هیچ موجود دیگر جز خداوند قدرتی بالاتر ندارد. قدرتی که مسیح دارد بالاتر و برتر از هر قدرت دیگری است و آن اینه که او بر مرگ نیز مسلط است. او حیات عطا می کند. مسیح با نفس خود زندگی را به جسم مرده وارد می کند. و اگر دوست من شما نیز هر نوع مرضی دارید، امروز با ایمان به حضور بیایید، قادر هستید معجزه خدا را از او دریافت کنید. مسیح قادر است تو را نیز شفا بدهد. به آیات 11 الی 17 که صحبت از زنده کردن یک مرده می باشد توجه فرمایید. کلام خدا می گوید و 2 روز بعد، یعنی 2 روز بعد از اینکه مسیح غلام آن افسر رومی را شفا داد، به شهری مسمی به نائین رفت و بسیاری از شاگردان او و گروه عظیمی همراهش می رفتند. چون نزدیک به دروازه شهر رسید، ناگاه میتی را که پسر یگانه بیوه‌زنی بود می بردن، یا مرده ای را که پسر یگانه بیوه‌زنی بود می بردن و انبوه کثیر از اهل شهر نائین با وی می آمدن. چون خداوند او را دید، دلش بر او سوخت و به وی گفت گریان مباش. چون مسیح او را می بینه، دلش بر او سوخت یا بر او ترحم می کنه و به آن زن بیوه‌زن می گوید که گریان مباش، گریه مکن. و مسیح نزدیک آمده تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادند. پس گفت ای جوان، تو را میگویم برخیز. ای جوان، تو را میگویم برخیز. در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد و مسیح او را به مادرش سپرد. پس خوف همه را فرا گرفت و خدا را تمجید کنان میگفتند که نبی بزرگی در میان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقد نموده است. پس این خبر درباره او در تمام یهودیه و جمیع آن نواحی منتشر شد. دوستان عزیز، این آیه ما را با بزرگترین قدرتی که وجود دارد، یعنی قدرت حیات بخشیدن و معنی آن آشنا می کند و ملاحظه می کنیم که خدا در عیسی مسیح معنی زندگی و عطا کردن حیات را عملاً آشکار می کند. عیسی مسیح با کلامی، با گفته‌ای قدرت خدا را مجسم می نماید و حیات را در جسم بی جان و بی حرکت پسر جوانی قرار می دهد و آن مرده زنده می شود. شهر نائین در 48 کیلومتری جنوب کفرناهم واقع می باشد. عیسی پیاده همراه با شاگردانش و جماعت بسیار که غالباً همراه او بودند و می‌خواستند معجزات او را ببینند، به طرف این شهر می‌رود تا کلام خدا را بشارت بدهد. نائین در دامنه یک تپه‌ای واقع شده و فقط یک جاده باریکی داشت که توسط آن میشه وارد شهر بشیم. و این احتمال را به وجود می آورد که وقتی مسیح از این جاده باریک به طرف شهر عبور می کرد، مسافران دیگر نیز متوجه او شده و به دنبال او به راه می افتند. در این اثنا مردم نیز از شهر خارج می شدند و به سوی گورستان که در بیرون شهر بود
در حرکت بودند. چرا؟ زیرا در حال حمل کردن جسد پسر جوانی که یگانه فرزند این مادر بیوه بودند. همه در ماتم بودند. گریه می‌کردند. عزیزی از میانشون رفته بود. وقتی عیسی مسیح مادر داغ دیده را می‌بینه، وقتی این بیوه را تنها می‌بیند، کلام خدا می‌گوید که دلش به حال وی سوخت. دوستان، عیسی مسیح همیشه همدردی زیادی نسبت به مردمان غم دیده داشته و مخصوصا در اینجا برای اون پیرزنی که فرزند یگانه خود را از دست میداد متأثر بود. این محبت و همدردی او سبب شد که مرگ را از جوان دور کند و باز بدو حیات ببخشد. پس مسیح نزدیک تابوت میشه. کلام میگوید که مسیح تابوت را لمس میکنه و بعد دقت کنید با کلامی، نه شعبده بازی، بلکه با کلامی میگوید ای جوان به تو میگویم برخیز. عیسی مسیح با قدرت کلامش حیات را بر این جوان مرده میدمد و آن جوان مرده زنده میشود و بدین وسیله بار اندوه را از دوش مادر پیر و دوستانش بر می دارد و غم و اندوه و ماتم جماعت را به شادی و شفق تبدیل می کند. مسیحا با نفسی ناامیدی ها را به امید، اندوه ها را به شادی، نیستی ها را به هستی تبدیل می سازد. مسیح امر می کند که مرگ این جوان را ترک کند و در عوض حیات در او وارد شود و این همانطوری که مسیح فرمود عیناً عملی میشه. دوستان عزیز، کلام خدا میگوید که این جوان مرده زنده میشود و مینشیند و مسیح او را به مادرش تحویل میدهد. هیچ امکان نداشت که اشتباهی در این معجزه باشد، شعبده بازی باشد، زیرا مرده ناگهان حرکت کرد و نشست و تمام جماعت، مخصوصا کسانی که برای سوگواری و خاک کردن آمده بودند، حالا او را زنده در کنار مادرش میبینند. دوستان عزیز، عیسی مسیح نه فقط در اینجا بلکه چندین بار با کلامی مرده ها را زنده نمود و عملا نشان داد که او صاحب حیات و قدرت و زندگی است. خدا در عیسی مسیح به بشر حیات عطا کرده و امروز نیز دوستان عزیز میتواند به همه طالبانش، به همه حق جویان حیات و زندگی ببخشد. زندگی جاودان که ابدی می باشه. به گواه تاریخ بشریت هیچ کسی دیگری جز عیسی مسیح قدرت بخشیدن حیات و زنده کردن مردگان را نداشته و واقعیت اینه که عیسی مسیح با دیگر انبیا و پیامبران بسیار متفاوته. هیچ کسی دیگری همانند مسیح به خدا نزدیک نبوده و جلال و شخصیت و ذات حق را بر بشر آشکار نساخته است. مسیح مظهر خدای تعالی است. مقصودمون این که مسیح ذات و صفات و قدرت خدا را بر ما انسانها آشکار کرده و اعمال و قدرت و تعلیمات او گواه این واقعیت است. جز خدا هیچ کس نمیتواند مرده را زنده کند و این نشان یگانه منجی و برحق بودن عیسی مسیح و امید ما همه انسانها می باشد. خوشا به حال کسانی که وجود خود را به او تسلیم کنند. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.